سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 2 مارس در خدمت شما. امروز در برنامه مقامات ایران 5 عضو یک خانواده از ولایت ختلان را در مرز آن کشور بازداشت کرده و به تاجیکستان برگرداندند. این خانواده با خود 3 کودک تا 9 ساله داشته است. مدیر شرکت تلی‌اسنر شویتسیا با ارسال نامه از نخست وزیر تاجیکستان خواسته است به مشکلات شرکت موبیلی تیسل رسیدگی کند. رهبر جنوبی حزب دموکراتی مجلس نمایندگان آمریکا طلب دارد دادستان کل برای آشکار نکردن ملاقاتش با سفیر روسیه از مقامش برکنار شود. اوه چی ازدحامه! به فکرم در این دوره تاریخی امریکا ما باید امریکا را از نو بزرگ کنیم. تفصیل خبرها. مقامات ایران 5 عضو یک خانواده از جمله این جوانی را که می‌بینید در مرز آن کشور بازداشت کرده و به تاجیکستان برگرداندند. عبدالفیض وزیروف و همسری 32 سالش ماهره سلیمووا را هنگام عبور مرز ولایت زاهدان و رفتن به افغانستان ماه پیشتر دستگیر کردند. فرهاد وزیروف برادر عبدالفیض روز 2 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش را با زن و 3 فرزند خردسالش 3-4 روز پیشتر به تاجیکستان استرداد کردند. با گفته مقامات این جفت می‌خواسته است به افغانستان برود و به صف گروهی تندروی دولت اسلامی بپیوندد. هر دو حالا در بازداشت هستند و فرزندان 9، 6 و 2 ساله آنها را به دست خویشاوندانشان سپردند. پدرش معلم بود. سالهای طولانی تا نفقه برآمدنش در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 1 نویه آموزگاری ورزش بود. معلم تربیت جسمانی بود. مادرش خونشین بود. وکیلان حزب دموکرات در کنگره آمریکا طلب دارند که جف سیشن وزیر عدلیه و دادستان کل کشور از مقامش استعفا دهد چون ضمن سوال و جواب با وکیلان کنگره صمیمی نبوده است. بنابر گزارش‌ها جف سیشن در گذشته با سفیر روسیه 2 بار ملاقات کرده است ولی این گفتگوهایش را از وکیلان آمریکایی پنهان داشته است. جزئیات ماجرا در این گزارش است. جف سیشنز دادستان کلی ایالات متحده آمریکا هنگام ارزیابی نامزدیش در سنات از ارائه معلومات درباره ملاقاتش با منصبداران بلندپایه روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2016 خودداری کرده است. روز 1 مارس روزنامه واشنگتن پست با تکیه به معلومات مقامداران وزارت عدلیه مقاله را نشر کرد و نوشت که یکی از این واخوری‌ها در ماه سپتامبر به قول واشنگتن پست درست زمانی صورت گرفت که نهادهای اکتشافی آمریکا دخالت روسیه را در انتخابات پرزیدنتی تحقیق می‌کردند. سیشنز که آن زمان سرور کمیته نیروهای مسلح سنات بود با سفیر روسیه سرگئی کیسلیاک در اتاق کاریش ملاقات خصوصی برگزار کرد. واشنگتن پست تخمین می‌کند که رویدادهای آشکار شده می‌توانند کنگره را به تأسیس نهادی مستقل برای تفتیش نقش روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 وادار نمایند. ماه گذشته یاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در امور امنیتی ملی مایکل فلین از وظیفه‌اش برکنار شد. فلین قبل از مراسم سوگند پرزیدنت دونالد ترامپ با سفیر روسیه مسئله تحریم ها را بررسی کرده بود ولی در این باره به نایب پرزیدنت مایکل پنس اطلاع غلط داد. در پی برکناری فلین میچ مک‌کانل رهبر گروه جمهوری‌خواه سنات ایالات متحده اشاره کرده بود که به احتمال زیاد هیئت اکتشافی سنات روابط منصبداران مأموریت پرزیدنت ترامپ با روسیه را بررسی می‌کند. سوالی کلیدی برای ما این است که ما در این روابط چه نقش داشتیم و کی باید آن را تفتیش کند. فعلا در مقام دادستان کل سیشنز فعالیت FBI یا خود اداره تفتیشات فدرالی آمریکا را که مسئول تحقیقات دخالت در انتخابات پرزیدنتی و عموما روابط منصبداران مأموریت دونالد ترامپ با روسیه است زیر نظر دارد. اما خود سیشنز معلومات را درباره تماسش با سفیر روسیه رد می‌کند.
پیشوای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان کنگره نانسی پلوسی گفت که ماه ینور سیشنز در جریان ارزیابی و تصویب نامزدیش در کنگره از آشکار کردن واخوری‌هایش با روس‌ها خودداری کرد و از این رو باید به استعفا رود. او دعوت کرد که کمیسیون مستقلی عبارت از اعضای هر دو حزب کنگره فعالیت‌های سیشنز و روابط منصبداران مأموریت دونالد ترامپ با روسیه را تحقیق کند. اوه چی ازدحامه. به فکرم در این دوره تاریخی امریکا ما باید امریکا را از نو بزرگ کنیم. در ادامه موضوعهای بین المللی، 100 نفر از تظاهرگران در شهر اسکوپیه پایتخت مکدونیا به نشانه طرفداری از قرار رئیس جمهور راهپیمایی کردند که اجازه نداد حزب سوسیال دموکرات با احزاب آلبانی تباران حکومت ائتلافی تشکیل بدهد. در این راهپیمایی در شام 1 مارس مردم نام مکدونیا را گرفته شعار می‌دادند که مخالف استفاده وسیع‌تر زبان آلبانی در کشور هستند. حزب سوسیال دموکرات مکدونیا قصد داشت با احزاب آلبانی تباران همراه در پارلمان حکومت ائتلافی تشکیل کند. یک شرط تشکیل حکومت از طرف احزاب آلبانی تباران بالا بردن موقع زبان آلبانی در مکدونیا بود. زوران زایف رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات قرار رئیس جمهور گیورگی ایوانوف را تبادلات نامید. گیورگ ایوانوف بر اساس کنستیتوسیون مکدونیا وظیفه‌دار بود که به تشکیل حکومت نو اجازه دهد، اما این کار را نکرد و این یک تبادلات است. ایوانوف مکدونیا را به یک بحران عمیق اطلاع داد که برای مردم و کشور عاقبت‌های غیر قابل پیش بینی دارد. حالا معلوم نیست حکومت نوی مکدونیا را کی تشکیل می‌دهد. اتحادیه اروپا قرار رئیس جمهور مکدونیا را تنقید کرد. در مکدونیا 3 اهالی را آلبانی تباران تشکیل می‌دهند، ولی پیشنهاد برای وسیع‌تر کردن مقیاس زبان آلبانی سبب تظاهرات زیاد شد. مخالفان می‌گویند این کار می‌تواند مکدونیا را پراکنده کند. مدیر شرکت تلیاسنر شویتسیا با ارسال نامه به عنوان 3 مقام بلندپایه تاجیکستان خواسته است به مشکلات شرکت تیسل رسیدگی کند که در کشور فعالیت دارد. در این نامه از قاهره رسولزاده نخست وزیر، سراج الدین اسلف وزیر امور خارجه و آزاده رحمان رهبر دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته شده است تا قرارداد فروش سهمیه‌های شرکت تیسل به سازمان اقتصادی بنیاد آقاخان را تصویب کنند. تیسل سال گذشته 60% سهمیه‌هایش را به بنیاد آقاخان فروخت، ولی آژانس ضد انحصاری تاجیکستان هنوز قرارداد را تصویب نکرده است. و پوشته دولتی تاجیکستان با کمک بین المللی امکان یافته است که کارش را از طریق آنلاین تشکیل کند. گزارش نوبتی در همین باره است. مشتریان شرکت پوشته تاجیک در تاجیکستان اکنون امکان پیدا می‌کنند که در کجا بودنی مراسلات خود را از طریق آنلاین پیگیری کنند. آینده نقشه داریم که سایت خود رو کشیم دیگه، مثلا در پوشته بین المللی ندار آمده، فقط سایت پوشته تاجیک در آمده می‌بینن که مراسلات پوشته‌شون در کدام جا جایگیر است. اتحادیه بین المللی پشت مقرش در شویتزاریا آخر ماه ینور به پشت تاجیک 24 بسته تجهیزات شناخت الکترونی مکتوب و مراسلات را تحفه کرد که خدمت رسانی را به مرحله نو وارد کرد. اینجا به سمینارها می شود. مثلا اینجا هست همه تجهیزات که تامین کرده است. این اسکن اشتراک کد، میکروفون، اینترنت، یاش معلوم سیستم با کامera، مثلا چیزی که از طرف ما اینجا در چیزا میشینن، اپراتورها همش میشینن، اینجا از طرف شویتزاریا پیوست میشم یا کدام طرف دنیایی که نباشد فرق نداره. قطعی ما میخوان مثلا همکاری کنن، اینجا پیوست میشم، ما اینجا پیوست سمینارها با وقوع میآید، درس های علمی برگزار میگردد در اینجا. نصب تجهیزات نو از یک سو اگر خدمات زمانوی را به مشتریان امکان پذیر کرده باشد، از سوی دیگر کار زحمت طلبی تقسیمات مکتوب ها را آسان کرده است. ما پیش دستی می نویساندیم، دستی کار میکردیم، حاضر به این سیستم میکنیم. همین خیلی آسان شد کار به ما. اول ما را یاد دادن، بعد ما خیلی مدت یک 20-25 روز ما یاد گرفته میدن. در بازار مراسلات و خطکشانی شرکت پوشته تاجیک در تاجیکستان تنها نیست. در قطار او شرکت‌های بین‌المللی خطکشانی مثل DHL، UPS، TNT و حتی روسکی کوریر نیز فعال هستند. بنابراین شرکت پوشته تاجیک حالا تلاش دارد سطح خدمت رسانی‌اش را به این شرکت‌های بین‌المللی مطابق سازد تا مشتریان خود را از دست ندهد. نسبت به آنها ما خیلی
ارزان‌تر 50% قریب ارزان‌تر هستیم برای اینقدر تستر هم در مدت تیز میرسد هم ارزان. ما از تاجیکستان به دیگر دولت‌ها میتوانیم دولت‌های اسنگ در مدت 5-6 روزی کوری میرسد. از اون دولت‌ها هم میخیل 5-6 روزی کوری، دولت‌هایی که اروپا در مدت 10 روزی کوری 8-10 روزی کوری از اون طرف هم میخیل میرسد. مثلا رسید از 1 گرم تا 500 گرم 202 سومون. اگر 1 کیلو که شد بود ایلوه میشد تقریبا 50-60 سومون دیگه ایلوه میشد. شرکت پشته تاجیک بعد از پس سر کردن یک دوران پرشور با پاش خوردن اتحاد شوروی شمار بسیاری از مشتریانش را از دست داده بود. از یک سو پیدا شدن تکنولوژی‌های جدید مثل اینترنت و تلفن ضرورت مکتوب نوشتن را از بین برد و از سوی دیگر فعالیت شرکت‌های بین‌المللی جای این شرکت را در بازار تا اندازه تنگ کرده بودند. این است که بسیاری از ساکنان پایتخت در باره فعالیت پشته تاجیک معلومات ندارند و میگویند نمیدانند که اصلا پشته فعالیت میکند یا نه. پول هم به واسطه پشته میگرفتیم و همین تلفن نبود، هم مکتوب هم قطعی پشته میگرفتیم. خارجی پشته بسیار استفاده میبرند، لیکن حاضر نه خیلی اگر گویم که تماما پشته وجود ندارد اینم خطا نمیکنم. شرکت دولتی پشته تاجیک در کل قلمرو جمهوری 471 شعبه داشته در سال گذشته 743 تن مکتوب و مراسلات را انتقال داده است. مسئولان این شرکت امیدوارند با وارد شدن تجهیزات نو حجم بارکشانی و مشتریانشان بیشتر شود. گزارش بود درباره پشته تاجیکستان که تلاش دارد کار خود را به معیارهای بین المللی موافق کند. و می رویم به شهر خوجند. دادگاه شهر خوجند به بررسی دعوای یک ساکن شهر شروع کرد که از تلویزیون تنین می خواهد برای پس زدن شأن و اعتبارش 100,000 سومانی جبران پردازد. گروهی از خبرنگاران روز 2 مارس در نزد دادگاه جمع آمدند ولی مقامات دادگاه به آنها اجازه ورود به تالار را ندادند. وکیل دفاع تنین سبب راه نیافتن خبرنگاران به مرافعه را چنین شرح داد. آماده سازی گذرانده شد، بنابر همین نماینده‌های واسطه اخبار عامه به سود در آوردن بیشتر نشد برای آنکه آماده سازی بود. هم حقوق و عهده‌داری‌هاشان و اینچنین طلب کرده گرفتن تمام دلایلی که آنها دارند. خانم امینه میخواد تنین و شوهر پیشینش برای پس دادن شأن و اعتبار 800,000 سومانی جبران بپردازند. گلنوره و وکیلش از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. مقامات در تاجیکستان قصد دارند در چند سال آینده صدها خانواده را که در منطقه‌های برای زندگی خطرناک زندگی می‌کنند به جای‌های امن کوچ بدهند. در کشور خانه‌های زیادی را دیدن ممکن است که در لب جرد، در ساحل رودخانه و در زیر کوه و در سیل راه ساخته شدند. صاحبان این گونه خانه‌ها میگویند میدانند که روز فلاکت به سرشان میآید ولی علاج برای ماندن ندارند، چون با آنها برای خانه ساختن جبران کافی نمیدهند یا جایی را پیشنهاد میکنند که در یک گوشه دوری تاجیکستان است. برات یوسفی گزارش میدهد. خاوفی لغزش کوپورا و فروروی تپه‌ها ده‌ها منزل ساکنان کوچه اسام‌الدین ساعت و ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه را تهدید میکند. اما اکثر ساکنانی که در چند سال اخیر در منطقه زیر خوف منزل بنیاد کردند آن محل را ترک کردنی نیستند. ساکنانی که قبلا به این محل آمدند میگویند حدود 60 سال است که در این منطقه زندگی دارند و باور دارند که چندان آسیب پذیر نیست. همون وقت داشتیم اولی گفته وای کردم پایان طرفه خسرم رحمتی عرضه دادن که چی شد از تقدیرم من هیچ جا نمیجومم. هم کتی موندیم، خسرم هم نرفتم، مخونم نرفتیم. تعداد از ساکنان کوچه ساعت و ناحیه اسماعیل سامانی میگویند سالهای اخیر از کدام مقامات به آنها مراجعت نکردند که در منطقه زیر خوف آفت‌های طبیعی زندگی دارند. بنیاد منزل‌ها در موضع‌های مخوفترین این محل ادامه دارد، اما مقامات محلی میگویند از چند اداره از جمله کمیته حالت‌های فوق‌العاده به آنها آگاهی دادند که منزلشان زیر خوف آفت‌های طبیعی قرار دارد. در تاجیکستان 381 منطقه زیر خوف آفت‌های طبیعی ثبت شده است. این آمار اخیر کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان است که بر اساس آن خریطه منطقه‌های زیر خوف آفت‌های طبیعی را ترتیب داده‌اند.
و اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت azadi.org بخونید و هم در صفحه ما در فیسبوک اونجا با نام رادیو آزادی هستیم و اگر علاقه بیشتر به ویدیو دارید پس سر بزنید به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.